سلام برا بچه، حالتون چطوره؟ امیدوارم کارتون عالی باشه. من امیرعلی هستم و خوش اومدید به چنل خودتون، یعنی چنل گیم فایر. بچه ها امروز اومدم با یه آموزش خفن دیگه که بهتون یاد بدم که با کمترین جیم ممکن برین کارت تغییر اسمو بگیرین برای اکتون و با کمترین جیم ممکن. و یه راه حل دیگه هم میخوام بهتون انگار یاد بدم که سریعتر انگار اینو بگیرین، چون یه راه حلیه که حالا با کمترین جای ممکن میخوام بگین یه طول میکشه. یک راه حل میخوام بهتون آموزش بدم که خیلی سریع بریم بگیرین و لذتشو ببرین. و بچه حالا قضیه اینم باشه براتون تعریف کنم که الان نگاه کنین. اکم الان اسمش یعنی اک اصلیمه، اسمش هم که میبینین عجب وجقه. و اینو چون میخواستم روی اک اصلیم، چون من انگار اون زمان روی گوشی دیگه بودم و یه اک دیگه داشتم که دیگه جیمیل همه اینا انگار نتونستم بیارم روی این انگار گوشیم. بعد چون جیمیل دیگه انگار پاک شده بود، خراب شده بود، کلا رفته بود. و نه اون موقع بچه ها خیلی چیزای خفنی داشتن روی کم، لیولش هم بچه ها بالا بودن، یادم نمیاد تقریبا فکر کنم بچه ها 70 خورده ای بود. بعد کلا بچه ها انگار خیلی خفن بود. بعد اومدم بچه الان بهتون آموزش بدم که کار تغییر اسمو بگیریم دیگه، چون که تامنیل و تایتل هم فهمیدین. و قضیه این هم به شما تعریف کردم که حالا چرا عجق وجقه کار داشتم. بعد حالا بچه ها بریم قیمتشو نگاه کنیم چقدر انگار با چقدر جیم میشه خرید و تو به صورت راحت، و اون آموزش رو بهتون بعدش بدم. میریم بچه روی استور. من بچه نمیدونم چقدر قیمتشه، فکر کنم بس 300 خورده ای باشه دیگه. کجا بود اینجا؟ خب بچه نگاه کنید 390 تا جم میخواد این کارت تغییر اسم. و من یه راه حل بچه میخوام بهتون یاد بدم که فقط با 100 تا جم برین اینو بگیرین، غیر از این کلی چیزای خفن دیگه هم بگیرین. بچه اونم چیزی نیست جز ازدواج کردن بچه تو فری فایر، که یه قسمتی داره بچه میتونین با دوستتون برین ازدواج کنین، که من همین کار الان انجام دادم و الان بهتون میخوام نشون بدم. اولش بچه بهتون آموزش بدم اینو چگونه انگار بگیرینش کارت ازدواج رو. بچه میاین دوباره همونجا و این که بچه ها کارت تغییر اسم هیچ، این کارت انگار ازدواجه که میتونه اینو بگیریم با 100 تا جم که من این بچه قبلا گرفتم. و بعدی که گرفتیم بچه ها فقط میخواد بیاین اینجا. بعد قسمت دوم و اینجا بچه میبینین که من اینجا با دوستم اینجا ازدواج کردیم و الان نگاه کنین 232 تا پر کردیم و 301 بشه. تقریبا 19 روز الان انگار این کار انجام دادیم. و اینجا نگاه کنین لول استیش بچه ها بهمون کار تغییر اسم میده که لول انگار اولش که هیچیه، این لول دوشه بچه ها انگار که الان برام باز نمیشه، چیز خاصی نیست بچه ها، یه دونه پروفایل و با فکر کنم سکه نمیدونم بچه ها یادم رفته و استیش بچه ها اینا کارت تغییر اسمو بهتون میده، خیلی خوبه. و بعدش هم بچه ها باز کارت کاستوم و سکه و بعد اینجا باز کارت کاستوم این ست دخترونه. و در آخرم بچه ها این ست مردونه خیلی زیبا که 4 تا کلا لایک داره. این چند کار لایک داره؟ اینم 4 تا کلا بچه اینا 4 تا لایک دارن دوتاشون. و من فقط بچه ها دنبال اینم که بگیرم کار تغییر اسمو، چون میخوام اسمو بچه ها تغییر بدم. اسم اونقدر خوبی نیستی که عجق وجقه دیگه. و بچه ها همین بود دیگه، با 100 تا جم راحت میتونین اینو بگین. حالا بچه ها بریم سراغ اون آموزشی گفتم اینو سریع پر کنین. بچه ها این انگار چند تا راه حل داره که بتونین اینو پرش کنین. یه راه حل که بچه ها بریم بتل رنک و کلش رنک بازی کنین که الان بچه ها ما 19 روزه داریم بازی میکنیم. حالا هر روز که بازی نکردیم، مثلا هفته 2-3 روزشو بازی کردیم، حالا روزی 1-2 ساعتشم که بچه ها 232 تا کلا پر کردیم. هنوز 301 مونده که اینو فقط بهمون بده لول استیش. هنوز بچه ها 6 تا لول داره، احتمال زیاد بچه ما تا 6ش بریم، اما تا 6ش حداقل الان بچه ها هنوز امتحان شروع نشده، تقریبا 20 روز دیگه شروع میشه. ما بخوایم تا 6ش بریم حداقل تا انگار سال بعد که باز انگار چی شروع شه، مدرسه شروع شه دوباره داریم انگار دوباره انگار هنوز نگرفتیم. منظورم اینه، یعنی حتی مدرسه سال بعد هم که شروع شه میشه 4-5 ماه دیگه، من فکر میکنم اینو نگرفتیم.
اما اگه تابستون بتونیم انگار زیادتر بازی کنیم اینم میگیریم این سترم که کلا اینو کامل کنیم دیگه. بچه ها حالا میخوام بهتون یاد بدم که اون روش مخفیه که بتونید سریع پر کنید. بچه ها اینجا نگاه کنین، یه گزینه داره به نام گیفت. بچه ها اینجا نگاه کنین، اینو که بزنین بچه وارد همچین قسمتی میشین که میتونین با جیم برای دوستانتون یه چیزی گیفت کنین که وقتی اینا رو گیفت میکنین انگار اونم میره، انگار اینو گیفت رو میگیره و اونجا براتون پر میشه. که یه راه حل دیگه بچه داره میخوام بهتون یاد بدم، با سکه گیفت کنین. بچه نگاه کنین میان قسمت دوم. حالا بچه من اینو انگار 2 بار انجام دادم، حالا اینو کدوم بود؟ میام بچه قسمت سوم و بچه باز اینجا قسمت دوم و اینجا میبینید انگار یکی MP5 و اینو بچه اسمش نمیدونم چی نوشته MAC10 همچین چیزیه بچه ها. اینو بچه ها با MP5 میتونه اینا رو برای دوستاتون گیفت کنن که 20,000 تا میخواد. من خودم انجام دادم، یه بارم دوستم انجام داده، کلا 2 بارم انجام دادیم که من سکام باز پورشه 13,000 تا 7,000 تا بشه دوباره گیفت میکنم. که بچه هر گیفتی که بکنین 20 تا بهتون اضاف میکنه که خیلی خوبه. اما بخواین خودتون بازی کنین بعد برای اینکه بخواین 20 تا پر کنین باید حداقل یه دست انگار بتل رو بویا کنین و یه دست هم کلش رو بویا کنین که این خیلی انگار کلش حالا بویا که نه اون ببرین کلش رو دیگه. و اگه بخواین بتل رو ببرین، بتل یه ذره سخته اما کلش نه، کلش رنگ انگار راحت میتونین ببرین. اما بتل یه ذره طول میکشه دیگه. باز اینا بچه باید دوتاش با هم باشه، نه که فکر کنین یک دست بدین بتل ببرین بعد بهتون 20 تا 30 تا بده یا یه دست فقط بدین کلش ببرین. این دوتا بچه با هم بشه میشه 20 تا که تازه مثل یک گیفت. یا چون اونایی که شاید مثلا رو هکتون شما 100,000 تا 200,000 تا انگار سکه داشته باشین که میتونین روزی فکر کنم 3-4 بار گیفت کنین. مثلا 3-4 بار مثلا من، 3-4 بار مثلا دوستان، 3-4 بار شما، 3-4 بار هم دوستاتون. و بچه اینم بود از آموزش امروز و ممنون میشم بچه ویدیو لایک کنین، چنل رو ساب کنین و زنگوله رو هم فعال کنین. و ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودین و تا ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار.